سلام. یکی از سوال‌های ریاضی نهم بحث اجتماع، اشتراک و تفاضله. اجتماع که میشه تمامی اعداد رو می‌نویسیم و تکراری ها رو یک بار بنویسیم. اشتراک فقط اعداد مشترک داخل دو مجموعه است و تفاضل که با علامت منها نشون داده میشه مشترک ها رو خط بزن و اونی که در مجموعه اول باقی میمونه رو می‌نویسیم. حالا این سال به ما اعضای C و A و B رو داده. اعضای B رو مشخص نکرده. ما باید بیایم با توجه به اینکه به ما گفته x ها شامل اعضای جزوی از مجموعه n هست، اعضای B رو مشخص کنیم. اینجا میایم میگیم چون که اینجا مساوی نداره شامل 4 نمیشه، اعداد بعدش رو در نظر میگیریم. مثلا میوه رو در نظر بگیر، فرضاً این 4 به بعد میشه، چون اینجا تو پر نیست، تو خالیه، یعنی شامل خود 4 نیست، مساوی رو نداره. پس میشه 5 6 7 8 و 9 هم نیست، چون اینجا علامت مساوی نداره. حالا اینجا به من گفته این علامت چیه؟ اشتراکی. اشتراک یعنی مشترک های دو مجموعه A و B. نگاه به مجموعه A میکنم و B که اینجا نوشتم. چه چیزایی داخلشون مشترکه؟ 3 رو نداره، 4 رو نداره، 5 و 6 تا 7. خب اینجا می نویسم 5 6 7. اینا میشن مشترک. حالا گفته بیا این مجموعه مشترک رو با مجموعه C تفاضل کن. تفاضل گفتم بیایم دو تا مجموعه رو، یعنی مجموعه C و مجموعه E، مشترکاشو خط بزن. نگاه کن اینجا یه 5 مشترک دارم، فقط یه 5 مشترک دارم. 5 مشترک رو خط زدم. ببین مجموعه اول من شامل این قسمت بود، پس آنچه که در مجموعه اول باقی مونده میشه جواب من، یعنی جواب من الان شامل 6 و 7 میشه. موفق باشید.